دوستان یه مفهومی وجود داره به نام همگرایی و واگرایی. درک کردنش خیلی مهمه. موضوع ساده ایه ولی درک کردنش خیلی مهمه. خیلی آدما من خیلی از دوستان تحلیلگری رو میشناسم که واقعا تحلیلگرای خوبی هستند ولی هنوز در تشخیص این واگرایی ها داستان دارن. علتش اینه به نظرم یه بار پایه این موضوع درست درک نکردن. برای اینکه درکش کنیم اولا متوجه باشیم که ما فقط راجع به قانون اول صعود و نزول حرف میزنیم. قانون اول صعود چی بود؟ بگیم با خودتون. قانون اول صعود این بود که هایر های کنه، یعنی سقفی بالاتر از سقف قبلی بزنه. تا مادامی که سقفی بالاتر از سقف قبلی نزنیم که صعودی رخ نده دیگه. اینا همه رو توی جلسه اول یاد گرفتیم. قانون روند نزولی چی بود؟ لوور لو کنه، یعنی کفی پایینتر از کف قبلی، دره‌ای پایینتر از قبلی بزنه. اگه قیمت پایینتر از قیمت قبلی نیاد که دیگه نزولی رخ نده، اصلا معنی نداره ما بگیم نزول رخ داده. پس ما در واگرایی صرفاً قصد داریم قانون اول رو چک کنیم. دقت کنید خیلی از آدم‌ها رو من می‌بینم که ترند لاین رو میان با اندیکاتور با هم ترکیب میکنن میگن واگرایی داره. چه ربطی داره اصلا؟ ترند لاین یه کاربرد دیگه داره. ما میخوایم قانون اول رو در واقع چک کنیم تا بفهمیم اگر کماکان روند صعودی وجود داره آیا میتونه ادامه هم داشته باشه یا نه. ما هر لحظه باید متوجه باشیم که آیا این سقف آخر یا سقف آخر نیست. یا راه حل یاد گرفتیم، قبول دارم، یه ترند لاین میکشیم، هر وقت شکسته شد خب از اینجا اومد پایین دیگه میگیم سقف آخر نیست و روند از دست رفت. اما بالاخره ما داریم یاد میگیریم که کم بیشتر از اینا بدونیم. اینایی که میدونستیم مال جلسه اول و دوم بود، در جلسه سوم باید یه چیز جدیدی یاد بگیریم. اون چیه؟ قبل از این که بازار بریزه باید تشخیص بدیم میخواد بریزه. اینجا چی کمک ما میکنه؟ اندیکاتور و اسیلاتور. چی گفتیم؟ گفت هشدار میده، پیش بینی میکنه. چطوری این کار میکنه؟ با مفهوم ساده‌ای به نام واگرایی. دوستان اولا که همگرایی اصلا دیدن نداره، توضیح دادن نداره. هر وقت بازار صعودی سقف‌های بالاتر میزنه، اندیکاتور سقف بالاتر میزنه که هیچ، این داره میره. چه کارش داریم؟ هر دقیقه چک نمی‌کنیم. موقعی میریم چک میکنیم که بازار یه سقف جدیدتر میزنه، همین لحظه اندیکاتور میره سقف پایینتر میزنه، میگه اوه وایسا یه اتفاقی افتاد. اینجا واسه من مهم میشه. تا قبل این اصلا به بازار چه کار دارم که هر دقیقه بررسیش کنم؟ من فقط با 2 تا سقف آخر کار دارم، فقط با 2 تا کف آخر کار دارم، با همه بازار کار ندارم، فقط با 2 تای آخر. اگر 2 تای آخر خلاف جهت هم بودن ما بهش بگیم چی داریم؟ واگرایی. واگرایی پس اینجا معنی میده اگر روند صعودی بود هایر های کرد ولی اندیکاتور، در واقع بهتر بگم اسیلاتور، چون واگرایی صرفاً و مطلقاً فقط در اسیلاتور اتفاق میفته. در بقیه اندیکاتورها ما چیزی واگرایی و همگرایی نداریم اصلا. اگر در اسیلاتورتون هایر لو کرد ولی در چارت هایر های کرد یعنی چی داریم؟ از این بعد سعی کنید مشارکت کنید همزمان که گوش میکنید. واگرایی منفی داریم و این واگرایی نتیجهش ریزشه، چون دیگه به صعود ما کمک نمیکنه، به ریزش کمک میکنه، پس بهش میگیم واگرایی منفی داریم. پس هر وقت ما متوجه شدیم که بازار صعودی میشه، سقف بالاتر میزنیم ولی اندیکاتور، بهتر بگم اسیلاتورتون سقف پایینتر میزنه، احتمال میدیم که بازار دیگه سقف بالاتری تجربه نخواهد کرد و از اینجا به بعد میریزه. و این همون پیش بینی و هشداریه که اسیلاتورها میدن و تو چارت شاید در اون لحظه قابل رؤیت برای عموم آدم‌ها و حتی عموم تحلیلگرا نباشه. خب حالا فهمیدیم که واگرایی چیه. دوستان 2 جور واگرایی وجود داره. یه واگرایی معمولی یا اصلی هست، یه واگرایی مخفی هست. من به شما پیشنهاد میکنم اصلا واگرایی مخفی رو یاد نگیرید فعلا. اصلا نیازی نیست. خواستی در سطوح بالاتر باید یادش بگیرید. دلیل این که میگم این که شما یه چیز رو کامل یاد بگیرید. ما اصلا مشکل اون از ندونستن تو جامعه نیست، الکی زیاد دونستنه، دونستنهایی که هیچ کدوم عمق نداره. یه عالمه چیز میدونیم
عمیق نمیدونید. پیشنهادم به شما اینه که یاد بگیرید کم بدونید کامل بدونید. برای همین ما تو این دوره فقط و فقط میخوایم واگرایی نرمال و واگرایی معمولی رو آموزش بدیم. واگرایی معمولی هم فقط همین توضیح که عرض کردم، بین سقف‌های آخر روند صعودی و کف‌های آخر روند نزولی، همین و بس. ما به هیچ واگرایی دیگری اعتقاد نداریم دوستان. روی چارت یه عالمه مثال براتون الان میزنم که برای همیشه واگرایی رو تو ذهنتون یاد بگیرید و تمام. یه بار که یاد گرفتید روی یه دونه اسیلاتور، در 1000 اسیلاتور دیگه هم قانون همینه، هیچ فرقی نمیکنه. کما که من روی اسیلاتورهای متعدد بهتون نشون میدم و حالا میریم سراغ این که چند تا اسیلاتور ببینیم، رو هر کدوم واگراییاشو بررسی کنیم. اگه یه ذره با هم اختلاف دارن میگم 2 تا دونه ببینید حل میشه. من 10 تا مثال میزنم، شما بعد برید 100 تا دونه تمرین حل کنید. بریم که اولین اندیکاتور رو باش آشنا بشیم و بدونیم مدل واگراییش چطوره. خب حالا میخوایم برسیم به این که اندیکاتور و اسیلاتور چطور به کار ما میان. اولین کاربرد مهمی که راجع به اسیلاتور البته باید بهش بپردازیم بحث واگرایی و همگرایی. یعنی چی واگرایی همگرایی؟ یعنی یه جایی بازار روند حرکتی قیمت با روند حرکتی اسیلاتور ما همخون نیست. این در مورد اندیکاتورها صدق نمیکنه، فقط در مورد اسیلاتورها این معنی میده که به مفهوم به نام همگرایی و واگرایی بپردازیم. چطوریه؟ بریم اینجا براتون خیلی ساده و شفاف توضیح بدم. فرض فرمایید که این یک چارت حرکتی بازاره، قیمت‌های بازار، این نمودار اصلی بازاره که داره نوسان میکنه. در پایین اون چی داریم؟ در پایین اینجا هم نمودار حرکتی اسیلاتور رو داریم. خب دقت بفرمایید، روند ما صعودیه، پس ما میایم بررسی میکنیم آیا بازار کماکان صعودیه. در چارت همینطور که میبینید هر سقفی داره سقف بالاتر از خودش رو میزنی، تمام این سقف‌ها رو به صعودن. در اسیلاتور چطور؟ صعودیه، مشکل خاصی نداریم. داره میگه با هم همجهتیم، به این میگن همگرایی، یعنی هم مسیریم، هم جهت هستیم. بعدی به چه صورته؟ اینجا صعودیه، 2 سقف آینده صعودیه. اینجا چطور؟ باز هم صعودیه. پس ما همچنان مشکلی نداریم. دقت کنید، بازار داره صعود میکنه، اسیلاتور هم داره صعود میکنه، دارن سقف‌های جدیدتر میزنن، چون در روند صعودی هستیم و یاد گرفته بودیم که ملاک صعود اول هایر های کردن و سقف‌های جدید هست و سقف‌های بالاتر. پس چی رو چک میکنیم؟ در روند صعودی سقف‌های جدید رو. کدوم سقف‌ها؟ فقط 2 سقف آخر. ما به 3 سقف یا 4 سقف قبل کار نداریم، فقط 2 سقف آخر. بعدی چی میشه؟ این موفق شده یه سقف بالاتری رو بزنه، اما اینجا ما دیگه سقف بالاتری که نزدیم هیچ، سقف پایینتری هم میزنیم. این محدوده، یعنی دقیقاً در اینجا ما میگیم مفهومی به نام واگرایی داریم. مفهوم واگرایی اینجا معنی میده. چی میگه؟ میگه ظاهراً قیمت رو به بالا میره، اما فرمولی که محاسبه میکنه اسیلاتور رو داره میگه که بازار به سمت بالا حرکت نمیکنه. دیگه بازار میلی، قدرتی، حرکتی، انگیزه رو به بالا رفتن نداره. زمانی که واگرایی ایجاد میشه داره به ما میگه که احتمالاً سقفی که زد بالاتر از بقیه بود آخرین سقفیه که بالاتر از بقیه است و از اونجا بعد دیگه سقف جدیدتری که قیمت قبلی رو رد کنه رو به بالا نخواهیم داشت. در نتیجه چه اتفاقی میفته؟ در اینجا عمدتاً بازار میریزه ولی دیگه نمیتونه بیاد سقف قبلی خودش و قیمت قبلی خودش رو پس بگیره. پس اسیلاتور در واگرایی هاش به ما کمک میکنه تا تشخیص بدیم که کجا یه روند به حرکت خودش دیگه ادامه نخواهد داد و تغییر میکنه. در روند نزولی هم همینطوره، بله هیچ فرق نمیکنه. فرض هم این روند نزولیه.
و اسیلاتور ما این شکلی داره پیش میره. حتما من دقیقا این رو مطابق اون میکشتم براتون که خب در اینجا اگه نگاه کنیم میبینیم که همیشه یادتون باشه 2 تا کف آخر در روند نزولی، اینها که نزولی هن اینها هم نزولی هن، مشکلی باهاشون نداریم. درسترش میشه این بعد اینجا باشه. اینجا روند نزولیه اما این صعودی شده. دوباره در اینجا روند نزولیه و اینجا صعودی تر شده. چی به ما میگه؟ در اینجا داره میگه که بازار روند نزولی خودش رو دیگه تموم کرد. دیگه منتظر کف پایینتری از کف قبلی نباشید. چرا؟ اسیلاتور شما داره نشون میده که روند بازار صعودی شده. این یکی از بزرگترین کاربردها و ویژگی‌های یک اسیلاتوره که میتونه به ما کمک کنه تا چیزهایی رو که در روند نمیبینیم ببینیم. یادتون گفتم اندیکاتورها و اسیلاتور 3 تا کار بر ما میکنن. پیش بینی میکنن چی رو؟ اون چیزی که ما نمیبینیم. احتمالاً بازار داره برمیگرده. تأیید یا رد میکنن. من فکر میکنم بازار ریزشش ضعیف شده، شاید دیگه آخرش باشه. اینم داره تأیید میکنه، میگه بله درست داری فکر میکنی. و هشدار میدن نسبت به تغییراتی که شاید ما متوجهش نیستیم. داره میگه بازار داره صعودی میشه ها، دیگه یا لحظه هم روند نزولی تمامه، یه فکری به حال روند بکن. این جاییه که داره هشدار میده به ما. دوستان دقت کنید، این تحلیل نمیکنه بازار رو، صرفا داره به ما کمک میکنه تا تحلیل بهتری داشته باشیم. خب میریم حالا دونه به دونه هر اسیلاتور و اندیکاتوری رو با هم بررسی میکنیم و نکات مثبت و منفیش رو به خدمت شما میگم و کاربردهاش برای ترید کردن رو خدمتتون توضیح میدم.